هر 2-3 ماه یک بار این ترفندی که بهت میگم رو انجام بده روی خودرو، جلوگیری میکنه از آفتاب سوختگی و بور شدن رنگت. بدنه ماشین رو کاملا خیس کنید، تمام گرد و خاکاش از بین بره. برین رنگ فروشی های خودرو یه دونه خمیر کله متوسط یا نرمش رو تهیه کنید. خمیر کله چه کاری انجام میده؟ جرم ها و آسیب های رنگ رو از بین میبره بدون اینکه به رنگتون آسیب وارد بشه. خمیر کله رو که تهیه کردین، به این صورت بدنه ماشین کاملا خیس باشه، به این صورت رفت و برگشتی روی خودرو اجرا کنید بدون فشار. خیلی آروم و نرم بعد روی ماشین اجرا کنید. اولش که انجام میدین یه صدای جیرجیری روی خودرو حس میشه. این صدا باید کاملا رفع بشه، یعنی خودروی شما جرم‌های زیادی داره. وقتی که این صدا رفع شد یعنی این مرحله رو درست انجام دادین. وقتی که انجام دادین یه دونه سرامیک واکس تهیه کنید که عکسش رو آخر فیلم گذاشتم و یه دونه پد اجرا. بزنید داخل سرامیک واکس، به صورت دورانی روی خودرو ماساژ بدین. وقتی که انجام دادین 30 ثانیه تا 1 دقیقه صبر کنید تا جذب رنگ بشه. بعد از 1 دقیقه یه دونه دستمال میکروفایبر بافت بلند تهیه کنید و اون قسمت رو کاملا پاک کنید. ماشینتون مثل آینه میدرخشه و تمام خط و خشاش رفع میشه. این کار هر 3 ماه یک بار انجام بدین و خودتون نتیجه کار رو ببینید.